بابا اون طلاها الان به دردمون میخوره. یادش به خیر روزایی نامزد نازت بودم، هر هفته شب جمعه دنبال فازت بودم. با وعده های کوفتی دهنمو تو دوختی. تازه خوبه که دوختم و الا چی میگفتی؟ بگو جز نکبت چی داشتی؟ طلا رو کجا گذاشتی؟ طلاها مال منه عزیزم آشتی آشتی. طلاها تو بذاری سال دیگه پول داری، این دفعه فرق میکنه سرم کلا میذاری. سال دیگه عزیزم بهترشو میگیرم، تو از کجا فهمیدی؟ برو بذار بمیرم. بگو جز نکبت چی داشتی؟ طلا رو کجا گذاشتی؟ طلاها مال منه عزیزم آشتی آشتی. عشقم این دفعه طلاهاتو نمیخوام بفروشم. یعنی چی؟ فرش جعفری تو تهران شعبه زده، داره فرشو قسطی میده بدون چک با ضمانت طلا. جدی میگی؟ بیا